سلام زبان آموز گل، من سانازم. امروز میخوام الفبای زبان ایتالیایی رو بهت یاد بدم. به نظر من وقتی میخوای آموزش یه زبان خارجی رو شروع بکنی، قدم اول اینه که الفبای اون زبان یاد بگیری. توی این ویدیو اول تلفظ صحیح الفبای زبان ایتالیایی رو با هم دیگه یاد میگیریم. بعدم میریم سراغ قواعد و نکات ریز و درشت الفبای این زبان که هیچ قلم نیفته. پس بزن بریم. زبان ایتالیایی 21 حرف داره که در ادامه اون 21 حرف رو با هم دیگه یاد میگیریم. این 5 حرفی که اینجا برات نوشتم فقط برای کلمات خارجی و به اصطلاح کلمات قرضیه که از زبان انگلیسی و زبان فرانسه توی زبان ایتالیایی اومده، ولی اینا توی الفبای زبان ایتالیایی نیستن. ا ارنجه، بی بلو، چی cane, دی dolce, e elefante, f fragola, g gatto, h hotel, i insalata, L limone, M mela, N nero, O orso, P pizza, Q quaglia, R rosso, S serpente, T tigre, U uva, V verde, Z zucca, ilunga, jeans, K kiwi, W Wi-Fi, Y yogurt, X کسیلوفونو. همونطور که اول ویدیو هم گفتم الفبای زبان ایتالیایی شامل این 21 حرفه. این 5 حرف برای کلمات خارجی و به اصطلاح کلمات قرضیه که از زبان انگلیسی و زبان فرانسوی وارد زبان ایتالیایی شده. از این 21 حرف 5 حرف صدادار و 16 حرف بی صداست. حرف به 2 صورت تلفظ میشه، بسته و باز. مثلا توی زبان فارسی میگی امروز، داره به صورت باز تلفظ میکنی. وقتی میگی بسته مثل شیر، اینه وقتی که به معنی و، وقتی که به معنی هسته. مثلا بیوه، مله، وده. ولی وقتی میگیم دهن به صورت بسته داره تلفظ میشه. مثلا ونتو، جستو، لستو. پس این فرق تلفظ برای تلفظ او هم به همین صورته، به صورت باز و بسته. وقتی که به معنی یا باشه توی این مواقع به صورت بسته تلفظ میشه. مثلا نومه، پوستو، ولو، دونو، سولو. برای تلفظ به حالت باز پستا، مودا، کوزا، روستا، توگا. این 3 کلمه او کوتاه و بریده تلفظ میشن و کشیده نمیشن. چی قبل از او صدای که میده مثل کنه. چی قبل از صدای چه میده مثل چاو. جی قبل از او صدای گیه میده مثل گتو. جی قبل از
صدای ج میده مثل جلاتو. اکا کلن همیشه بی صداست مثل او. فقط برای تغییر صدای چی و جی استفاده میشه. کو همیشه با او میاد و صدای کو میده مثل کواترو. ار لرزشی کامل تلفظ میشه مثل روسو. اس بین دو صدادار اگر قرار بگیره صدای ز میده مثل کازا. بقیه موارد صدای س میده مثل سی. زیتا اگر بین دو تا صدادار قرار بگیره صدای مثل پیتزا. در باقی موارد صدای ز مثل زیرو. چی اکا قبل از و ای صدای ک میده مثل کی. جی اکا قبل از ای صدای گ میده مثل گچو. جی ال قبل از ای صدای لی میده مثل فامیلیا. جی ان صدای نی میده سینیورا. اس چی قبل از ای صدای ش میده مثل شیاره. قبل از او صدای سک میده مثل سکولا. این قسمت آکسان اصلا سخت نیست، فقط من یه توضیح مختصر این بخش رو هم میدم، همه رو اضافه میکنم توی قسمت پایین ویدیو. حتما این پایین رو بخونید، همه نکات رو ریز به ریز کامل براتون مینویسم، مخصوصا این قسمت آکسان ها رو. قسمت آکسان ها اگر دیده باشید توی بخشایی از کلمات وقتی که من می نوشتم یه آکسانی رو اضافه می کردم روی حروف، اینو بهش میگن آکسان. در واقع مشخص میکنه که تکیه روی اون کلمه توی کدوم بخش از هجاشه. مثلا چیتا، پسکا، بعضی جاها برای تمایز بین کلمات نوشته میشه. پرینچیپی، پرینچیپی. مثلا اعدادی که به تره ختم میشن روی آخرشون آکسان میگیرن، مثلا 23. این بود آموزش امروز که مربوط به الفبای زبان ایتالیایی، قواعد و نکته های ریز و درشت اصلی بود. باقی نکته ها رو برای اینکه فیلم طولانی نشه توی توضیحات پایین فیلم نوشتم. تا داغی هر سوالی که داشتی توی کامنت ازم بپرس، همه رو یکی یکی بهت جواب میدم. اگر از آموزش من خوشت اومد خوشحال میشم ویدیومو لایک کنی. سابسکرایب کن که آموزش‌های بعدی رو از دست ندی.